رفقا چطورید؟ خیلی به کانال من خوش اومدید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. موضوع این ویدیو اینه: چطوری یه دانش آموز نمونه باشی. و من قرار بود این ویدیو رو با ویدیوی چیدن کیف مدرسه هم یکی کنم و بذارم. بعد گفتم که خب خیلی طولانی میشه تایمش و اینطوری خوب نیست. به خاطر اومدم تا این ویدیو رو جدا جدا بگیرم. من نکته ها رو توی این دفترم براتون نوشتم، یه صفحه دیگه هم هست. اولین نکته اینه: مدیریت زمان. شما باید مدیریت زمان داشته باشید که این مدیریت زمان به دو بخش تقسیم میشه. یکی اینکه ساعت خواب. بچه‌ها من خودم میونه خوبی با زود خوابیدن ندارم. مثلا ساعت 11 اینا میخوام. ولی شما سعی کنید شب قبل از مدرسه بین ساعت 10 تا 12 بخوابید و صبحش بین ساعت 6 تا 7 حتما بیدار شید تا بتونید به کاراتون برسید. اما اون یکی دستش، یعنی یه دسته دیگه مدیریت زمانه. شما باید تو طول این چند سالی که درس خوندید متوجه شده باشین که مثلا 3 درس علومو توی چه تایمی میتونید بخونید. من خودم 3 درس علومو توی نیم ساعت میتونم حفظ کنم. یکی 1 ساعت زمان میخواد، یکی نیم ساعت زمان میخواد، یکم 10 دقیقه زمان میخواد. مثلا اگه یه روز 2 تا امتحان داشته باشید، مثلا علوم دارید با قرآن، 100% علوم از قرآن مهمتره. نمیگم قرآن مهم نیست، ولی خب علوم 100% مهمتره. و شما اگه 2 ساعت وقت داشته باشید، باید با توجه به اون تایمی که درس مهمتر رو میتونید حفظ کنید از اون تایم استفاده کنید. مثلا 2 ساعت تایم دارید، شما توی 1 ساعت میتونید 3 درس علوم رو بخونید. اون 1 ساعت رو اختصاص میدین به علوم، 1 ساعت باقی رو قرآن میخونید و تکالیفتون رو انجام میدید. نکته بعدی بخش انضباط میشه. مثلا الان شما برین داخل کلاس و یه کتابو نیارین، معلم از نمره انضباطتون کم میکنه، چون میگه شما حواستون نبود و مثلا الان باید برین از دفتر کتاب بگیرین از دوستتون و اینا، حواستون پرت میکنه، حواس بچه‌ها رو. پس برنامه فرداتون رو از شب قبل جمع کنید و فردا صبح یه دور دیگه چک کنید که اگه چیزی رو جا گذاشتید یا بر نداشتید بذارید داخل کیفتون و اینطوری همیشه منظم باشید. برای خرید لوازم تحریر، من خودم خیلی لوازم تحریر دوست دارم و همه چیزایی که نیاز دارم میخرم. اگه چیزی رو توی خونتون دارین دیگه اونو نخرین و چیزایی که نیاز دارین رو بخرین تا حواستون هم الکی به وسیله‌های چرت و پرت نشه. بعد بچه‌ها یه نکته خیلی خیلی مهم که میخوام بهتون بگم بهداشته. شما اگه بهداشت رو رعایت کنین، اگه مدرسه جدید برین، با دوستای جدید بخواید دوست بشین، اگه بهداشت رو رعایت کنین خیلی راحت‌تر میتونین این کارو انجام بدید. مثلا اگه لباستون همیشه اتو کرده باشه، کسایی که میخواین باهاشون دوست بشین میگن که آقا ببین این هر روز لباسش اتو کرده است، هر روز تمیز لباسش، هیچ لکی روی لباسش نیست، پس این آدم تمیزیه و ما اگه باهاش دوست بشیم 2 تا چیز میتونیم ازش یاد بگیریم در مورد تمیزی و میام با شما دوست میشه. بعد اینکه بچه‌ها از مام اسپری بادی اسپلش عطر اسکلون استفاده کنین، چون که بوی خوب دادن خیلی مهمه. مسواک بزنید، نخ دندون، خلال دندون. روتین روزانه داشته باشید و اونو بنویسید. نوشتن یه چیزیه که شما رو آگاه میکنه از اون کاری که میخواین انجام بدید. دانش آموز نمونه باید آینده نگر باشه. یعنی مثلا من الان نمیتونم بگم که آقا 4 روز دیگه مدرسه شروع میشه، حالا ببینم چه درسی دارم، حالا ببینم مثلا با کی میخوام دوست بشم، حالا ببینم کجا میخوام بشم، بی حال باشم، همش برم یه جا بیفتم. نه، دانش آموزی که نمونه است باید آینده نگر باشه و بدونه که قرار روز اول رفت چیکار کنه. مثلا شما روز اول مدرسه اول کلاس جدید دارین میرید، روز جدید مثلا شما اول مهر مدرسه جدید، کلاس جدید و دوستای جدید میخواین برین پیدا کنین. پس میگین که آقا من مثلا هر روز ساعت 7 بیدار میشم، این روز اول مهر رو من ساعت 6 بیدار شم که برم جای خودم و اولین تخته آخرین تخته هر جایی که خودتون دوست دارید بگیرم جامو، ببینم با کیا میخوام دوست شم، ببینم اصلا کسی از مدرسه قبلی من اومدن داخل این کلاس، معلم‌ها چطورین، چیکار باید انجام بدیم و اینطوری آینده نگرد و میدونی که باید چیکار کنید. مثلا این میمونه که مثلا شما امتحان دارید و امتحان خوندید، سرحال پر انرژی میرین امتحانو میدین و میان بیرون میگین آخه خوب شد خوندم، همه رو درست نمیشن. ولی اگه نخونید میگید وای چه کار اشتباهی کردم، کاش امتحانمو میخوندم و خرابش نمی‌کردم. بعد از اکسسوری سعی کنید زیاد استفاده نکنید، بلکه خاص شده و بعضی از مدیر و معاونو دوست ندارن. من خودم به شخصه یه ساعت میندازم، بلکه ساعت خیلی مهمه و من تایمو خیلی دوست دارم که داشته باشم. برای روتین پوستی که با انرژی و شادا باشین سر صبح، یه روتین خیلی کم بهتون میگم که شما انجام بدید. صبح که از خواب بیدار میشید 2-3 دقیقه روی تخت یا حالا هر جایی که خوابیدید بشینید که عضلاتتون باز بشن. بعد موقع شستن دست و صورتتون از شوینده که به پوستتون سازگار استفاده کنید. بعضیا فقط آب به پوستشون سازگاره، بعضیا فقط صابون. من خودم شوینده با فیس واش یا با دست بشورین قشنگ صورتتون رو. بیاید من خودم چون که مدرسه میرم و صبح زود پا میشم، زیر چشم همش پف داره. البته الانم من صبح زود پا میشم که عادت کنم، میبینید که زیر چشم اینطوری گودی داره و سیاه شده به خاطر اینه که زود از خواب پا میشید. شما یه تیکه یخو یا با آیس رول یا با دست اینطوری زیر چشتون بزنید تا این پف بخوابه و شما صورتتون شاداب‌تر بشه. بعد صبحونه بخورید. من خودم سر صبح نمیتونم صبحونه بخورم، نون و پنیر و اینا نمیتونم بخورم. یا شیر کم چرب میخورم با کورنفلکس یا چای و بیسکویت میخورم، ولی حتما چای رو میخورم چون من معتاد چای، البته فکر بد نکنید. بعدش لباستون رو بپوشید، سعی کنید موهاتون رو خیلی خوب درست کنید، مثلا ژل بزنید یا با شونه قشنگ شونه کنید و از اینجای مقطعتون موهاتون بیرون نزنه. این خودش یه نشونه تمیزی و پاکیزگیه. بعد برای روتین پوستی که مثلا میخوام مدرسه قاعدتا نمیتونید آرایش کنید، ولی مرطوب کننده بزنید، ضد آفتاب بزنید، خیلی مهمه ضد آفتاب، حتی اگه آفتاب نباشه. یه بالن لب بزنید، ژل ابرو اگه ژل ابرو ندارید یا مثلا دوست ندارید میشه از این فرشا براش استفاده کنید. اگه هم دوست داشتید فرماژه بزنید که به موجاتون حالت بده و صورتتون رو شاداب‌تر نشون بده. حالا
میریم سراغ آداب و معاشرت. بچه‌ها وقتی که برای اولین بار توی کلاس جدید و مدرسه جدید وارد میشین، روز اول مهر به همه سلام کنید. اینطوری نباشید که منتظر باشید اونا سلام کنن. میدونید که سلام سلامتی میاره و نشونه شخصیت و ادب شماست. پس وقتی که از در میرید داخل بگید سلام بچه‌ها، چطورید، صبحتون بخیر و اینا. اگه دوستی دارید که میشناسید از قبل برید حالش رو بپرسید. اگه میخواید با کسی دوست بشین علایقش رو بپرسید. مثلا یکی به رنگ بنفش علاقه داره، یکی به فلان خواننده علاقه داره. جلوی اون همش از اون چیزی که علاقه داره صحبت کنید تا با هم دیگه دوست بشین، مچ بشین و دوست خوبی در کنار هم دیگه بشین توی این 9 ماه سال. اگه کسی کمک ازتون خواست در حد توانتون بهش کمک کنید، ولی اگه درخواست بیجایی داشت که شما نتونستید انجام بدید و یا دلتون نمیخواست، با خیلی محترم بهش بگید که ببخشید من نمیتونم این کارو انجام بدم یا در توانم نیست و نگفتن رو بلد باشید، برای اینکه خیلی کمک میکنه و به دردتون میخوره. بعضی از گروه‌های دخترانه هستن مثلا 3-4 نفر هستن که خیلی فکر میکنن شاخ و گنگن و به کسی سلام نمیکنن، جواب سوال کسی رو نمیدن، همش قلدری میکنن. سعی کنید به اونها نزدیک نشید، برای اینکه خب قاعدتا مدیر از اونها خوششون نمیاد و فکر میکنه که بچهای دیگه از رو به در میکنه و شما وقتی که می 2-3 کلمه هر روز باشون حرف بزنید خود به خود کشیده میشید به سمت اونا و اونا شما رو میکشن تو گروه خودشون و شما میشین جزو اون بچهای بد و دیگه مدیر از دستتون ناراحت میشه و نمیتونید بچه نمونه مدرسه یا کلاستون باشه. خب این بود از نکاتی که من نوشته بودم. چند تا نکات درسی هم میخوام بهتون بگم که به خودم خیلی کمک کرد. اولی که بچه‌ها اگه امروز رفتین مثلا معلمتون 2 تا فرمول ریاضی یاد داد، وقتی که اومدید خونه بیشتر بچه‌ها همینن، میگم ما میایم خونه دستوراتمون رو میشیم، میریم نهار میخوریم، میگیریم میخوابیم، بعدش که بعد 3-4 ساعت که خوابیدیم بلند میشیم، تکالیف رو حل میکنیم، اگه چی بشه وقت کنیم با گوشی بر بریم همه کارامون انجام بدیم، اگه 5 دقیقه 10 دقیقه وقت شد درسی که امروز معلم داده رو مرور کنیم. ولی بچه‌ها مرور کردن درسی که همون روز معلم داده خیلی مهمتر از انجام تکالیفه، چون که وقتی شما درس رو مرور میکنید قشنگ میره داخل ذهنتون و دیگه نیاز نیست که هر لحظه بخواید بگید نه یه لحظه کتابو نگاه کنم ببینم چی بود، هی برم از اون بپرسم که چی بود. و اگه معلم فردا ازتون اونو پرسید شما بلدین، ولی انجام تکالیف شما میدونید که چه تکالیفی باید انجام بدید، نوشتید، حفظ کردید و سریع انجام میدید و تموم میشه. ولی وقتی درس رو مرور میکنید قشنگ تو مغزتون میمونه و دیگه نیاز نیست نه از کسی کمک بگیرید نه اینکه همش در بدر کتاب و اینجوری چیزا باشین که بگین این چی بود اون چی بود، فردا از معلم بپرسید خانم چی مثلا شما گفته بودین نه یادم نمیاد، قشنگ نوت‌ها رو بنویسین به خونه مرور کنید. یه برنامه‌ای هم که میتونید انجام بدین از مدرسه که اومدین دست و صورتتون رو که شستید بچا برید بخوابید. وقتی که میخوابید نهار نخورید، برید بخوابید. بعد شما گشنتونه خب وقتی که گشنتونه هی شکمتون بهتون میگه بیدار شید من میخوام نهار بخورم گشنمه فلان و شما نمیتونید که 4 ساعت 5 ساعت بگیرید بخوابید و وقتتون رو علیکی به بتالت هدر بدید. سری بلند میشید بعد 1 ساعت 2 ساعت نهارتون رو میخورید، درس اون روزتون رو مرور میکنید، بعدش هم تکالیفتون رو انجام میدید و بعد هر کاری دلتون میخواد میتونید تو سوشال مدیا باشین، تلویزیون نگاه کنید، بریم بیرون و هر کاری که دلتون میخواد انجام بدین. من یه سری اپارم جدا کردم از اپای خیلی خوب که براتون الان آخر ویدیو میذارم و خیلی اپای خوبی من خودم باهاشون درس میخونم و آرامش میدم بهتون. شما میتونید این اپا رو نصب کنید و به صورت رایگان و بدون پول ازشون استفاده کنید. این بود از ویدیو امروزمون، امیدوارم که دوست داشته باشید. هر سوالی داشتید داخل کامنت ها بپرسین. بای بای.